این همون چای آبیه که الان صداشی شنیدی. اینو ما داشتیم لایروبی میکردیم، برق رفت، مغنی تایچا بود. این پسره که کارگر مغنیه بود، بچه شوخ و بامزه‌ای. یارو بهش گفتش که تناب بنده پایین، برق رفته، من بیام بالا فعلا که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. یه تناب اونجا بود 2-3 متر، یه تناب هم بود 10-11 متر. یارو اون تناب 2-3 متریه رو انداخت، در صورتی که عمق چاه حدود 7-8 متر. این دار می‌زد گفتش که تناب درسته رو بنداز. کاری نداریم، داشت باش شوخی میکرد. علی میخوام یه گوشی دستت بدم باشه، بد نیست. خیلی وقت هستش که تو توی چاه 7-8 متری افتادی و خیلی دقیق میدونن چاه 7-8 متره، ولی تناب 3-4 متری میفرستن برات. ادای کمک کردن در اداشو در اینا خیلی